بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته و شرکه. روایت امام مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: الله ذوالجلال می فرماید که این حدیث قدسی هست. قال الله تعالی: خدای تعالی الله یکه فرموده است: انا اغنى الشرکاء عن الشرک، من بینیازترین شریکداران از شریک هستم، که برای من شریک لازم نیست. من بینیاز هستم از شریک. من عمل عملا اشرک فیه معی غیری، شخصی که انسانی که عمل را بجا آرد و در آن عمل شرک ورزد، همراه من کسی را شریک بیارد، ترکته و شرکه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که خداوند می گوید آن انسان را ترک می کنم و شرک کرده اش را هم ترک می کنم. پس دوستان عزیز، در این حدیث قدسی الله ذوالجلال می فرماید، پیامبر خدا می گوید که خداوند فرمود هر عملی که شما می کنید عمل خالصانه باشد، در آن عملتان شرک را نیارید که شرک عمل شما را باطل می گرداند و عمل شما را بی ارزش می گرداند و عمل شما را بی ثواب می گرداند. پس دوستان عزیز، دعا، هر زمانی که دعا می کنید تنها از الله بخواهید، نه از یگان مزار و نه از خاک و نه از اشیای دنیا، بلکه از آن خالقی که قبول کننده دعای ما و شماست. عبادت که می کنید تنها اون الله را عبادت کنید، زیرا که اون الله لایق عبادت است و اون الله لایق پرستش است. و هر کاری که در این دنیا می کنید تنها به خاطر همون خالقی بکنید که ما و شما را به دنیا آورده است و ما و شما را خلق کرده است، و در کارهای کردتان کسی را شریک نیارید. بالخصوص در ذبح و کشتن مالهاتان تنها با بسم الله الله اکبر بکشید و نه برای مزار و نه برای شهید و نه برای دیگر و دیگر، بلکه تنها به خاطر الله، که شریک آوردنتان سبب بی ارزش گردانیدن عمل خود شما می گردد و شما زحمت می کشید و عملتان بی ثواب می ماند و عملتان بی ارزش است. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.